السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگر تریدینگ. امروز میایم انشالله ما تیوری کندل، البته ببخشین کندل میخوانیم که در کندل ما چند بخش داریم. درست ببینیم در کندل که است ما سه بخش داریم. کندل درست در کندل ما چند بخش داریم؟ سه بخش. صحیح است که او سه بخش چی است؟ بادی کندل است، بادی. درست. دیگه چی میه؟ ویک کندل میه، ویک. و دیگه چی میه؟ سومش چی هسته؟ سومش هسته شادو. درست. سومش چی هسته؟ شادو، یا در فارسی برای چی میگیم؟ سایه کندل. صحیح هسته؟ خوب میایم استاد. ما در کندل چند بخش داشتیم که برایتان گفتیم. ما در کندل سه بخش داشتیم که در آن سه بخش بادی کندل شد، ویک کندل آمد و شادوی کندل آمد. صحیح هسته؟ خب کندل ما سه بخش داره که بادی است، ویک است و شادو. درست. خب میم اگر ما یک کندل آبی می داشته باشیم و در پالویش یک کندل دیگر ما می خواهیم که رسم کنیم، او را ما این رقم جور می کنیم و این را ما سرخ می گیریم. صحیح است؟ یعنی کندل ما چی است؟ سرخ. کندل سیل است البته، که من در دیگه ویدیو براتان گفتم که سیل و کندل سرخ به خاطر سیلینگ است و کندل آبی به خاطر چی است؟ بای است. صحیح است. خب حالا میم ایره ما میبینیم که بادی کندل چی است، ویکش چی است و شادوی کندل چی است. ببینید اول میم شروع میکنیم از کندل آبی، از کندل سبز البته. خب در این کندل سبز ما میخوایم که بفهمیم. اول خود شما گفتین استاد که کندل چند بخش داره؟ سه بخش داشت. بادی کندل بود، ویک کندل بود، بادی کندل بود، ویک کندل بود و دیگه چی بود؟ شادوی کندل بود. خب میایم از کندل سبز شروع میکنیم. ببینین در کندل سبز که است که شما کدام کندل میبینین که برنگ رنگ آبی داره، یعنی پر است البته، از اینجا تا به اینجا، ایره ما چی میگیم؟ بادی کندل میگیم. باشین یک دفعه که ما براتون نشانی کنیم. ببینین از اینجا تا به اینجا ای چی است؟ این بادی کندل است. ایره ما مینامیم به نام چی؟ ایره ما مینامیم به نام بادی کندل. صحیح است؟ ای چی بود؟ بادی کندل. صحیح شد. خب میم استاد در این ویک چی میه؟ ببینین در ویک و شادو ما پوینت داریم. تو پوینت ما چی است؟ اگر مارکت ما چی باشه؟ در اپ ترین باشه یا مارکت ما آبی جور میشه یا کندل ما آبی جور میشه، درست است؟ در آنجا که کدام کندل ما که طرف بالا میره، درست است؟ یعنی اینی بخش بالاییش که کدام است، ایره ما چی مینامیم؟ ایره ما مینامیم ویک کندل. صحیح است؟ ایره ما مینامیم ویک کندل. صحیح است. و کدام بخش پایینی که است؟ کدام بخش پایینی که اینجا میمانه، ایره ما چی مینامیم؟ ایره ما مینامیم شادوی کندل. صحیح است؟ وقتی که کندل ما در اپ چین بود یا کندل ما اپ میرفت یا بالا میرفت البته، و کندل ما چی بود؟ آبی بود. در آن وقت کدام حصه پایینیش که است او را ما چی مینامیم؟ شادو. و کدام بخش بالایی کندل که است او را ما چی مینامیم؟ ویک آف کندل سیز. و کدام بادی کندل که است او را ما که گفتم برایتان چی است که او پر به رنگ سبز می باشه، او را ما بادی کندل می نامیم. در کندل چند بخش داریم؟ در کندل سه بخش داریم، بادی، ویک و شادو، که هر سه شفا میدیم. وقتی که کندل ما در طرف اپ چین بود یا بالا جور می شد یا سبز جور می شد، در آن وقت که امی کدام بخش سبزش که است او را ما بادی کندل می نامیم. درست. او را ما چی می نامیم؟ ببخشین که من ایره یکم ذره جور کنم برایتان. او را ما چی می نامیم؟ بادی کندل می نامیم. صحیح است؟ و اینی بخشش هم ما چی میگیم؟ بادی کندل، که این ما برایتان اینجا رسم کردم. و اینی بخشش که طرف بالایی کندل است، ایره ما چی میگیم؟ ایره ما میگیم ویک. صحیح شد. و کدام بخشش که در پایینی میه، ایره ما چی میگیم؟ شادو. خدا کنه که فهمیده باشین. درست. بسیار آسان است. و حال میم که در وقتی که کندل ما چی می باشه؟ بسیل جور میشه یا
و فروش که مارکت پایین میآید، مارکت چی میاره به طرف پایین جور میکنه. درست او را ما بنام او را در آنجا ما چی رقم میفهمیم که بادی کندل چی است، ویکی کندل چی است و شادوی کندل چی است. صحیح شد. و شادوی کندل چی است، در آن وقت باز ما ای رقم جور میکنیم. ببینید کدام بادی امو بادی است، در اینجا آبی بود و ببخشید در اینجا سبز بود و در اینجا چی است، سرخ است. این را ما چی مینامیم، کدام بخش پر یا سرخ که است، در آنجا ما این را چی میگیم، اینی بخش که سرخ و پر است. این رنگ ازی هم سرخ است و این را هم سرخ کردیم. این را ما کم ذره یک رنگ دیگه میگیریم که صحیح سرش معلوم شود، سفید میگیریم. درست و کم ذره رنگ ازی را زیاد میکنیم تا که شما صحیح بفهمید. ایجا صحیح است انشالله این رقم صحیح فهمیده میشه. خب میایم پس سر درس خود. کدام ای صاحب پر کندل که است و شما میبینین که من اینجا نشانی میکنم برای شما، این ساحه البته که سرخ است، ایره ما چی مینامیم، ایره ما بادی کندل است. صحیح است. و کدام حالا اینجا ببینین، اینجا برعکس کندل چی میآید، سبز میآید، یعنی برعکس کندل باینگ میآید. چی رقم استاد ببینید، وقتی که مارکت ما در اپ بود یا کندل آبی جور می شد، در آن وقت ما چی کردیم، کدام بخش که بلند می رفت این بخش ما چی نامیدیم، شادو نامیدیم، نیم و این بخش ما ویک نامیدیم. حالا خب مارکت سرچپه شده، مارکت حال پایین می. خب در پایینی چی است، در پایینی باز اینی بخش که است، اینی بخشش این ما چی می نامیم، شادو. و کدام پایینی بخش که است او را باز چی میشه، ویک ما جور میشه. صحیح است انشالله. در اینجا کندل ما چند بخش داشت، در کندل 3 بخش ما داشتیم. درست در کندل 3 بخش ما داشتیم، بادی، ویک و شادو، که ایرا ما فهمیدیم که بادی کدام محوطه که جور میشه یا پر می باشه یا رنگ آبی می داشته باشه و یا رنگ سرخ می داشته باشه که در آنجا ایرا ما بادی میگیم. خب اگر کندل ما به طرف بالا می رفت، پایینی سطح پایینی از این چی جور می شد، شادو، و بالایش چی جور می شد، ویکی کندل. درست. و اگر کندل ما به طرف سیلینگ بود یا پایین می رفت، در آن وقت کدام بخشی که در بالا البته میمان او از چی جور میشد، او میشد شادو، و کدام بخش که در پایین میمان او جور میشد ویکی کندل. خدا کنه که شما فهمیده باشین که کندل از 3 بخش جور شده و کدامش بود که اینم برای شما در اینجا نشانی کرده گفتم. خب در این ویدیو صرف ما کندل به معرفی گرفتیم. خدا کنه که انشالله شما مطلب گرفته باشین. تا ویدیو دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.